سلام. خیلی سریع میرم سر اصل مطلب. توی این موقعیت زیاد قرار میگیریم. قرارداد خونه‌مو تمدید کنم یا دنبال خونه جدید بگردم. توی این کاری که هستم بمونم یا از این کار برم بیرون. توی این رابطه‌ای که هستم بمونم یا برم بیرون. توی رستورانی که همیشه میرم منویی که همیشه انتخاب میکنم و بگیرم یا از منو چیز جدیدی انتخاب کنم. برای تعطیلاتم همون جایی که همیشه میرفتم برم یا برم یه جای جدید. خب اصولا وقتی به مرحله انتخاب میرسیم، انتخاب چیزای جدید، هر آدمی برای خودش نگرش خودشو داره، نگرش مدل خودش و راه خودشو برای پیدا کردن اون گزینه درست داره. بعضیا تلفن میزنن به دوستاشون میپرسن، بعضیا گوگل میکنن، بعضیا خوب و بد ماجرا رو میسنجن و خب طبیعتاً بعضیا هم هستن که همه این راه‌ها رو امتحان میکنن. ولی یه چیزی در درون وجود آدم ها هست که یک حس بسیار قوی و قدرتمند که اجازه نمیده به راحتی موقعیت های جدید و دلمون بخواد که انتخاب بکنیم. و امروز میخوام راجع به این که ذهن چجوری کار میکنه و چه کاری میشه براش کرد که فکر میکنم موزل هممون هست حرف بزنم. یه نفر یه پیشنهاد شغلی میگیره توی سان فرانسیسکو و تو اونجا هیچ کسی رو نداره، نه دوستی، نه آشنایی، نه حتی اونجا رو میشناسه و تا حالا اونجا بوده. خب تو این شرایط انتخاب کردن خیلی کار سختیه و طبیعتا وقتی آدم بهش فکر میکنه دلش هوری میریزه پایین. خب این آدم میاد یه روشی رو امتحان کنه، شروع میکنه سناریو رو عوض کردن، خودش رو تو موقعیت جدید میبینه، خودش رو تو کار جدید میبینه و همه امکاناتی که داره رو تصور میکنه و حس میکنه که تو این موقعیت دلش برای دوستاش تنگ میشه، دوستاش بهش مسیج میدن و میگن دلمون تنگ شده و خب طبیعتا احساس میکنه که اون جایی که هست بیشتر دلش خواسته بمونه تا اینکه بره، یعنی اون راه جواب نداد. این پدیده یک اسم داره و روانشناسا بهش میگن استاتس کو بایس که میشه تغییر گریزی، یک پدیده عمومی و جهانی که همه آدم‌ها باش دست به گریبانن. من تا قبل از اینکه خودم درگیر این ماجرا بشم که بخوام راجبش تحقیق کنم فکر می‌کردم واقعا خودم اینطوریم، ولی یه پدیده عمومی و جهانیه، اصلا به خودتون شک نکنین. و موضوع اینه که مغز به صورت طبیعی شروع میکنه در قبال موقعیت‌های جدید گارد گرفتن. حالا این مشکلی نداره، اینجا اصلا مشکل نیست. مشکل از اونجایی شروع میشه که مغز عادت داره همیشه یک سایه از مسائل منفی رو روی نکات مثبت یک اتفاق جدید بندازه و اینجاست که مشکل شروع میشه. یعنی شما بیشتر از این که فکر کنید چه چیزی قرار به دست بیاری، به این فکر میکنی که چی قرار از دست بدی. اون حجم از دست داده هات چقدر زیادن در قبال به دست آوردن موقعیت جدید. و یه راه جالب راجبش پیدا کردم که من فکر میکنم خیلی کمک میکنه. خیلی ها گفتن بنویسید و این داستان ها که قطعا نوشتن کمک میکنه، اصلا منکرش نمیشم، ولی این راه شاید یه ذره سریع‌تر باشه. زمانی که به این نقطه میرسین که انتخاب بکنین، از خودتون بپرسین اگه تو این موقعیت نبودم و این چیزایی که الان دارم نداشتم، انتخاب میکردم داشته های امروزمو، آرزو میکردم داشته های امروزمو، این کشور، این رابطه، این شغلو بازم انتخاب میکردم. هممون تو خلوت خودمون با خودمون صادقیم. من فکر میکنم اگه آدمو بتونن به این سوال به خودشون درست جواب بدن، تکلیفشون برای انتخاب چیز جدید یا موندن در موقعیت گذشته خیلی سریع مشخص میشه. زودتر از این که بخوان حتی نکات مثبت و منفی یک پدیده رو روی کاغذ بیارن، بنویسن و ارزشیابی کنن. من به این موضوع ایمان پیدا کردم، بارها امتحانش کردم. این چند وقت گذشته احتیاج به تصمیم گیری هایی داشتم که از این روش استفاده کردم و جواب داده. امیدوارم شما هم ازش استفاده کنید. خیلی مهمه.